تا حالا شده همه بهت بگن که نمیتونی، ولی یه صدایی از درونت بهت بگه که باید امتحانش بکنی؟ تا حالا شده از کارهایی که دوست داری بگذری فقط به خاطر اینکه بقیه بهت گفتن تو از پسش برنمیای؟ میخوام برات داستانی تعریف کنم. یه فرمانده جوونی بوده به اسم آرش که خیلی سودای قدرت و جنگ و موفقیت داشته، ولی تو اون دوره سردارایی که قدیمی‌تر بودن بهش میگفتن که نه، تو خیلی جوونی، تو خیلی کوچولویی، تو از پسش برنمیای، خیلی باید صبر بکنی تا بتونی وارد یه همچین جنگ بزرگی بشی. همینا باعث شده بود که وقتی آرش تو خلوت خودش از خودش سوال بکنه که نکنه اینا درست میگن، نکنه هنوز برای من خیلی زوده، هنوز باید تجربه کسب بکنم. تو همین کشمکشا بوده که یه روزی با پیر خردمند آشنا میشه و صحبت میکنه. اون پیر خردمند یه جمله طلایی بهش میگه همیشه جنگ و شمشیر نمیبره، گاهی وقتا ایمان و اعتماد به نفسی که به خودت داری میتونه سرنوشت رو تغییر بده. همین جمله باعث میشه که آرش به خودش بیاد، با خودش فکر بکنه، بگه من وقتی خودمو باور ندارم چطوری منتظر نشستم بقیه منو تایید بکنن و وقتی که خودم نمیتونم خودمو تایید بکنم. پس عزمشو جزم میکنه، میگه باید برم دنبال رویاهام، دنبال هدفم. سعی میکنه نیرو جمع بکنه، به اونام انرژی بده و باورتون نمیشه که با ایمانی که به خودش داشت، با تلاشی که کرد، با نیروهایی که جمع کرد، تونست سلسله سلوکیان از بین ببره و سلسله خودش رو پایه‌گذاری بکنه، سلسله اشکانیان. ما توی روانشناسی به این میگیم منبع کنترل درونی. یعنی تا زمانی که تو خودتو باور نداری، این موضوع تو خودت درونی نکردید، بیرون دنبالش نگرد. کسی نمیتونه راه تو رو برای تو مشخص بکنه، کسی نمیتونه به تو اعتماد به نفس بده تا خودت به خودت باور نداشته باشی. اون بیرون خبری نیست، هر چی همینجاست.